دوستان عزیز، ما بعد از تماشا کردن گیلاس بهترینی که من به شما پیشتر نشان دادم اومدیم باغ نوبنیاد همون گیلاس نهالایش رو تیار کرده بودیم. امسال یکم سال بست. ما نبینید در دویم سال بست ما پیوند کردیم. نبینید کالیبر ببینید چقدر کلان کلان. این گیلاس در حقیقت نهایت گیلاس پر قیمت است. این در بازار همه خریدار این گیلاس می شود. همدیران عزیز باور کنید گیلاسی که من به شما نشان دادم یک دانش غلط دید. من گرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخت است. ببینید سخت. این در بازار چقدر خواهید می ایستاد. من آبش سرخ. بسم الله الرحمن الرحیم. دانش نهایت میده می باشد. این خصوصیتی گیلاس بهترین را دارد. من همدیران عزیز ببینید که الان گیلاس پرورهای پرتجربه گیلاس هایشون دیگر کرده استودند. برای چی؟ برای که تو که گیلاسی بیزی بود تگه میشدگی اوچه بچه میشدگی و نمی بستگی میبندید. باز با همون آدمایی که میگن گیلاسی ما بسیار گل میکنه نمیبندد و گیلاس والوی است نمیبندد. ممکن در سالخین جای ها بندد. من در چورباغ هم نمیبندد، در حصار هم نمیبندد. والوی در این هورزورهایش میگن که در الماسی طرف کوده بست نمیدونم ویش ندیدم. و گیلاسای شما که نبست و والوی است یا که پشپزکوی مایس که کنید بسیار میبندد یا که از این کنید. از این گیلاسی بهترینی که من به شما توصیه میکنم. با کدام گیلاس در کار باشد مراجعت کنید. ما با تو دکبر با تیار کرده میتیم. همدیران عزیز این باغی که میبینید نو بنیاد است. باغی که نو گیلاسای بهترین شده است. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.